سلام، چطورید؟ من پرهام گیم پلی اومدیم سراغ مسافرت طولانی دو نفره. کانال ما رو دنبال کنید که هر روز برای شما ویدیو گیم جدید میذارم. ما رو به دوستاتون معرفی کنید. دمتون گرم. برویم جکسن جان برویم. جکسن ببین اونجا یه دکله، باید ما رو ببری اونجا. باشه فقط درست رانندگی کن جکسن. خیالت راحت. فرمونو بعد تنظیم کنم. یه ثانیه وایسا. باشه جکسن فرمونو تنظیم کن. چه طرز تنظیم کردن فرمون سه‌بعدی؟ هندلی این چه طرز تنظیم کردن فرمونه آخه؟ سه‌بعدی. پرهام اینجا چقدر مه گرفته. جکسن جان از داخل ماشین نگاه کن، انگار نایت ویژن داره. وا راست میگی، اینجا رو ببین. جکسن بیا وسط. جکسن دونه جکسن اومده بخونه. جکسن چقدر کچله انشالله مبارکش. جکسن دونه سبودی چقدر حالا دو بودی سبودی حالا چقدر دو بودی سه بودی. واسه دشل اینجاست برو به سمت دشل سمت راست. آره حله کجاست؟ جکسن روبروته دیگه، چجوری نمیبینی؟ روبروته. چراغشو میبینم. چراغشو میبینی، برو به همون سمت دیگه. جکسن آروم برو. جکسن شاید زامبی باشه. جکسن آروم برو. آره آروم دارم میرم. آروم سبده. آروم برو. خب دیگه آروم دارم میرم. جکسن پیاده شو، تو برو، من ماشینو میارم نزدیک اونجا. زامبی وایس الان میزنمش. صبر کن. آرپیچیه. اشتباه دیدم. یعنی چی اشتباه دیدم؟ زامبی بود یا نبود؟ فکر کردم زامبیه ولی درخت بوده. نه چه خب جکسن ببین چراغم اگه داریم، چراغم ورد بیار. چراغ بذار ببینم. بیرونش که اصلا هیچی معلوم نمیتونم بگردم. جکسن ببین زمانی که اون دکله رو زدی ها، بعدش آدم فضایی اومد و بعدش بگو من با آرپیجی بزنم. یعنی هر موقع خواستی بزنی من با آرپیجی اونو بزنم. اصلا فهمیدی من چی گفتم؟ جکسن یه چی بهت بگم انجام بده. جکسن اون دکله رو بزن، آدم فضایی بیا سفینه بیادش من بزنمش. جکسن دکله بزن. حله زدمش. الانا بعد بیادش. بیا اینجا. مطمئنی؟ یه آره صدا میاد مطمئنم. اومدش میزنمش. جکسن بزنش پرهام، بزنش. جکسن چند تون جکسن؟ پرهام زیادم پرهام، همشونو بزن پرهام. جکسن اینا چند تون جکسن؟ چقدر سرعتشون زیاده. جکسن دارن پیچیلی میرن. جکسن وای جکسن چی شد؟ بزنش. جکسن دارم میزنم. جکسن رفت ولی سبز نشد. آره وایس ببینم یعنی چی پرهام. شب با آرپیچی نباید میزدم جکسن. نمیدونم پرهام. ای وای ولی چقدر جالب بود. جکسن ببین اونجا یه ماشینه. ببین موتور ماشین داری؟ موتور ماشین ببین. نه ماشینه موتور نداره. ای بابا پس موتور ماشین کجاست؟ باید یه گاراژ پیدا کنیم. آره دیگه منم همینو میگم اتفاقا. جکسن من اومدم. پرهام من اینجا بیرونشو هیچی نمیتونم ببینم. جکسن باید چشم عقاب داشته باشی. جکسن نمیشه. خب جکسن بذار یه لاستیک وردارم فعلا. حله جکسن چشم عقاب. جکسن ببین برو توی گرافیک کامپیوتر من، چون همه چی میبینم. ببین آره وایسا گرافیک کامپیوتر چیش کم و زیاده که اونجوری میشه. وایسا ببینم. چون برای من اوکی این رادیاته. نه یه لحظه فکر کردم رادیاتی. جکسن درست شد؟ الان بیشتر معلومه، فقط وایسا. من قشنگ میبینم، چجوری براتون معلوم نیست؟ عجیبه. شاید جکسن ببین من یه بار اینو داشتم، خود نور مانیتورت شاید کمه. خود مانیتورت نه تست کردم. پس چجوری میشه؟ باگ بود اونجا رو سفید نشون میداد کلا. خب ایراد نره، بیا بریم جکسن. بالا رو سقف اینجا فکر کنم موتورو. مطمئنی؟ آره یه دونه موتوره. پس بذار من برم. نه بذار من برم. وایسا اینجور درست کنم. مگه پله نداره؟ اون وقت غالبا یه پله داره ها. نه اینجا رو بعد خودم درست کنم. هیچ پله‌ای نداره. چه جوریه پله نداره؟ عجیبه. خیلی عجیبه جکسن.
وایسه ببینم. بیا 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 بیا. چجوری پله نداره جکسن؟ ببین یه بار پله داشت ولی دیگه نداره. جکسن میخوای یه کاری کنم؟ چی؟ ماشین رو بیار از اون ور برم. آره اینم فکر خوبیه جکسن، بذار ماشین رو بیارم از اون ور تو بری بالا. آره باریکلا، همین کار انجام بده. بیا جکسن ماشین رو دارم میارم. زندن یک. بیا 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 بیا. خب وایسا جکسن. خب جکسن جون آفرین. بیا از اینجا برو بالا. جکسن بیا برو بالا. یه ثانیه من اینو امتحان اینجوری کنم ببینم نمیتونی، میشه. اینجوری نمیتونی بری بالا جکسن. نمیشه. بیا بریم. شد رفتم آوردم. بیا خودم رفتم. گرم جکسن، دمت گرم، کارت درسته. جکسن بیا موتور رو بذار روی ماشین، من اینو اوکیش کنم. جکسن بیا بیا. دمت گرم جکسن کچل. موتور رو بگیر. دمت گرم جکسن کچل جون. نوکرتم پرهام، بذار برم یه استارت بزنم. باتری هم داره، این باتری داره، رادیات داره، این تکمیله. وایس ببینم رادیاتش یه خورده آب کم داره، بعد آب بر رادیاتش بریزم. استارت نمیخوره. جکسن باتریش ببین درسته؟ باتریش بذار ببینم اصلا باتری داره. بذار من یه آب دارم میریزم اینجا. حله. ممنونم برای سیتو رو بیزدی. حالا برویم آقای جکسن. حله وایسا استارت نمیخوره پرهام، بذار ببینم مشکل کجاست. استارت بزن جکسن. نکنه اصلا دکمه استارت نداره. جکسن یه پدال پیدا کردم. پدال. واقعا پدال داری؟ جکسن چرا استارت نمیخوره؟ نمیدونم. این بشکه رو ورش میداری؟ واسه بنزین داری؟ بنزین. شاید موتوره با دیزل دیگه. جکسن موتورش دیزله. خب دیگه پرهام وقتشه این ماشین بنزینش خالی کنی. وایسا آخه ببین دیزل میتونی پیدا کنی آخه. دیزل بذار ببینم. جکسن این 100 لیتر بنزین داره. جکسن ولشون، بیا بریم موتور بنزینی پیدا کنیم. نداره. جکسن میگم 100 لیتر بنزین داره، تو میگی اشکال نداره. اشکال نداره. این چرا متوجه نمیشه جکسن؟ خب جکسن ببین 100 لیتر آخه دیزل نمیتونی پیدا کنی جکسن، با اون طول میکشه. بیا 2 لیتر. بابا جکسن این 100 لیتر میگم ماشین بنزین داره. باکو باز کن. عجب کچلیه ها. جان جکسن اینو نگاه کن، حالا برو دنبالش. چی شد؟ جکسن بیا بریم. حالا بیا بابا بیا بریم یه گاراژ پیدا میکنیم جکسن. یه گاراژ. نه اون ننداز جکسن، گیر میکنیم. جکسن گیر میکنیم. جکسن نکن جکسن بیا بریم یه گاراژ پیدا میکنیم، یه موتور خوب برات پیدا میکنه جکسن. ای بابا پیاده شو ببینم. باشه پیاده میخوای بشم دیگه. ماشین منه. بیا برو ببینم ماشین توه. نه باشه. بشین بریم. نشستم. برو. به جکسن سبودی. به نوکرتم. آخه این چه کاریه جکسن؟ واقعا جاده کجاست؟ همینجاست. بیشوخی جاده کجاست؟ همینجاست. نمیدونم. سمت چپ. آره سمت چپ میشه. چجوری سمت چپ میشه؟ کجاست جاده؟ من نمیبینم. سمت چپ. روبرو مستقیم. همین مستقیم برو. همین مستقیم برم میرسم تو جاده. آره. جاده بالای کوهه؟ آره دیگه. نه بابا. بله. شوخی میکنی؟ فکر کنم میانبار زدیم. جکسن منم فکر کنم یه میانبری زدیم. دقیقا برو بریم. پسر عجب بازی رزلیشن داریه. دقیقا ایول. بله آقای جکسن. بله. جکسن ما داریم برمیگردیم. آره بعد اینوری برم. برو. وایسا اینوری بعد برم. الان درست شد جکسن. اله. جکسن من میگم تو هر از گاه اینجوری میشه احساس ما داری تبدیل به زامبی میشی. جان جکسن لامپ میخوایم برای ماشین. لامپ. خب چی جوری بیاریم؟ باید پیدا کنیم دیگه. خب دیجه. بله جکسن بیا برو ببین اینجا لامپ میتونی پیدا کنی.
اینجا رو گشتیم. مطمئنی برم؟ چه آشناسا، ما فکر کنم برگشتیم. کجا؟ بیا برو ببین اینجا چی میتونی پیدا کنی. بیا برو. وایسا برم ببینم نکنه زامبی داره. زامبی داشته باشه که خودم اینجا میزنم با آرپیچی. کچل ای وای. خب جکسن چی شد؟ پرهام بیا اینجا. آماده یا نه؟ جکسن موتور رو پیدا کردی یا نه؟